عزیزان و همراهان به نازنین قصه گو خوش اومدید. از شما دعوت میکنم این قسمت از رمان رو با هم بشنویم. در انتها زدن لایک و گذاشتن کامنت یادتون نره. نازپری. از همان لحظه‌ای که حاجی حرف مهمانی را زد، یک سنگ سرد افتاد وسط دلم. تمام صبح انگار یکی از درون داشت به شقیقه هایم چکش میکوبید. مهمانی؟ معرفی عروس؟ من؟ آن هم جلوی آدم هایی که نصفشان احتمالاً آمده بودند فقط تماشا کنند این دختر بدنامی که یکو سر از امارت هدایتی ها درآورده چه شکلی است؟ از کجا آمده؟ اشتهایم کور شده بود. لقمه های صبحانه توی دهانم مزه خاک میداد. تا وقتی از امارت بیرون زدیم و سوار ماشین امیر حسین شدم، بغض مثل تیغ تیزی توی گلویم گیر کرده بود. چند دقیقه اول را در سکوت گذراندیم. او مثل همیشه با یک دست فرمان را گرفته بود و نگاهش به جاده بود. من هم صورتم را طرف شیشه چرخانده بودم و سعی می کردم خودم را نگه دارم. اما نشد. بالاخره بیان که نگاهش کنم گفتم من تو مهمونی حاضر نمیشم. فرمان را کمی سفتر گرفت اما چیزی نگفت. من ادامه دادم شنیدی چی گفتم؟ من نمیام. نمیخوام جلوی یه مشادم فضول از خود متشکر بشینم که منو ورانداز کنن و واسم قصه ببافن. این که تو میخوای گندکاری تو ماله بکشی من مقصرش نیستم و به خودت مربوطه. این بار دستش را از روی دنده کند و مچم را آنقدر محکم گرفت که از درد نفسم بارید. آخ دلم کن. بی توجه به اعتراضم دستم را پایین کشید و میان انگشت‌هایش نگه داشت. فشارش آنقدر زیاد بود که حس می کردم استخوان‌های دستم خرد می شود. بعد دستم را گرفت و روی پایش محکم نگه داشت. چشم از جاده بر نمی داشت. چهرهش اصلا تغییری نمی کرد. اما صدایش سرد و کوبنده شده بود. باید بیای. خواستم دستم را عقب بکشم. نگذاشت. دست خودت نیست. آخر هفته کنار من وای میستی و میایی توی اون مهمونی. اینم جزء قرار داده. نکنه باورت شده عروس خانومی و میتونی ناز کنی. اگه این کارو نکنی بالاخره سرش را کمی چرخاند و نیم نگاهی به صورتم انداخت. صف داد که یادت نرفته. قول و قرارمون. همان یک جمله کافی بود تا خون توی صورتم بجوشد. با خشم به دستم که هنوز اسیر انگشت‌هایش بود نگاه کردم و بعد گفتم برات متاسفم. ابرویش شکان خورد. برای چی؟ خنده‌ام گرفت. از آن خنده های تلخ و عصبی. برای اینکه واسه یه دختر شاخ و شونه میکشی. اونم به قول مادرت یه دختر بی کس و کار. چون میدونی کسی رو ندارم بیاد جلوت وایسه. هی زور میگی، هی تهدید میکنی، هی میخوای ثابت کنی که مثلا خیلی مردی. این بار سکوتش فرق داشت. فشار دستش کم نشد. اما چیزی در صورتش عوض شد. آن خشونت لحظه قبل یک دفعه جایش را به چیزی داد که انتظارش را نداشتم. صدایش وقتی دوباره بلند شد آن لحن همیشگی زهرآلود را نداشت. آرامتر گفت انقدر من بدم که انقدر ازم متنفری؟ توقع همچین سوالی را نداشتم. شوکه شدم. سرم را برگرداندم و به نیمروخش خیره ماندم. انگار نه انگار همین آدم یک دقیقه پیش داشت با سفته ها تهدیدم می کرد. صورتش گرفته بود. اخم داشت. اما پشت آن اخم چیزی بود که نمیفهمیدم. خستگی، دلخوری یا یک جور زخم پنهان؟ هیچ جوابی نداشتم. لبهایم باز شد اما صدایی از گلویم بیرون نیامد. فقط دوباره سعی کردم دستم را از میان انگشت‌هایش بیرون بکشم. این بار هم نگذاشت. تا خود کارخانه هر دو ساکت ماندیم. سکوتی که از هر دعوایی بدتر بود. به محض اینکه پشت میزم نشستم سعی کردم خودم را غرق کار کنم. فاکتورها را ورق زدم. چند تا عدد وارد سیستم کردم. به چند نامه سرسری نگاه کردم. اما ذهنم یک جا بند نمی شد. مدام اون جمله لعنتی توی سرم تکرار می شد. انقدر من بدم که انقدر ازم متنفری؟
خودم هم از این که چرا هنوز آن صدا توی گوشم مانده بود عصبی تر می شدم. گوشی هم زنگ خورد. بی حوصله برداشتمش. بله، صدایی که از آن طرف آمد خون را در رگ‌هایم منجمد کرد. به به، سلام عروس خانم. پارسال دوست، امسالم که هیچی. رضا خمار بود. دستم دور گوشی شکستم صفر شد. رضا خمار؟ تو از جون من چی میخوای؟ چرا زنگ زدی؟ پوزخندش را حتی از پشت خطم میشد دید. فکر کردی فرار کردی نصف شب؟ رفتی حاجی مکه. چی میخوام؟ هیچی. فقط میخوام مست بیام جلوی در همون کارخونه شیک و پیک و داد بزنم دختره از خونه فرار کرده. نامزدش رو ول کرده. چسبیده به پسر پولدار حاجی هدایتی. ببینم اون وقت چند نفر جمع میشن تماشا. نفسم تند شد. کثافته. آی آی آی، زبونتو جمع کن. هنوز عقد مجید رو هواست. فکر نکن چون رفتی زیر سایه پولدارا دیگه دست ما بهت نمیرسه. همون لحظه صدای دیگری آمد. مجید گوشی را از دستش کشید. ببین ناصری، خوب گوشتو باز کن. صدایش خشن و پر از کینه بود. یا خودت آدم میشی و برمیگردی یا کاری میکنم جوری تو این شهر ازت حرف بزنن که دیگه نتونی سرتو بالا بگیری. حالا منو دور میزنی؟ فکر کردی زرنگی کردی که جیم شدی؟ کور خوندی؟ از شدت عصبانیت دستم میلرزید، ولی این بار نلرزیدم توی صدایم. برعکس صاف نشستم و شمرده گفتم تو اول برو به فکر اون غیرت پوشالیت یه فکری بکن، بعد درباره من حرف بزن. فکر نکن نمیدونم ننت چه حرفایی پشت من میگه. من مال هیچ کس نیستم که اینطور واسم شاخش رو نمیکشین. هر غلطی هم دلت میخواد بکن. مجید انگار آتش گرفت. توه. بی آنکه بگذارم ادامه دهد گوشی را قطع کردم، اما دستهایم تا چند دقیقه بعد هنوز سرد بود. نمیدانم تا عصر را چگونه گذراندم. فقط میدانستم وقتی مجید، آن هم کنار رضا خمار، آن شاخ و شانه ها را برایم کشیده بی دلیل نبوده. حرفایشان بوی دعوا و شر میداد. و وای به حال من که هنوز اینجا خودم درگیر این همه تنش و دعوا بودم و باید داستانی دیگر را تحمل می کردم. جواب حاج هدایتی را چه می دادم؟ با امیر حسین چه می کردم؟ عصر وقتی ساعت کاری تمام شد دلم شور عجیبی می زد. بی خودم نبود. می دانستم اتفاق بدتری در راه است. همین که از ساختمان اداری بیرون آمدم و امیر حسین را کنار ماشین دیدم، 2 قدم بر نداشته نگاهم افتاد به آن طرف در کارخانه. رضا خمار و کنارش مجید. هر دو مثل 2 لاشخور ایستاده بودند و تا مرا دیدند صاف شدند. قلبم فرو ریخت. گوشی کهنه‌ام را در دستم فشردم. دیدم که شمارم را گرفتند و گوشی شروع به زنگ خوردن کرد. امیر حسین که نگاه متشنجم را دنبال کرده بود سر چرخاند. همین که آن 2 نفر را دید فکش قفل شد. گوشی را جواب دادم. چی از جونم میخواین؟ مجید بود که حرف میزد. 3 بچه یادم خودت میای اینور تا یه بی‌آبرویی برات درست نکردم. با این جوجه فکالی میخوای بری؟ دمت گرم. امیر حسین تیزتر از این حرفا بود. هم متوجه نگاه های من شد و هم صدای رو به عربده مجید که مثلا داشت پشت تلفن با من حرف میزد. به سمتم پا تند کرد. اینجا چه خبر ناصری؟ این 2 نفر کیان؟ گوشی را از کنار گوشم پایین آوردم. لب زدم. ناپدریم با یه پسر تو محلمون که ناپدریم قول ازدواج منو بهش داده. شب قبلی که بیام خونه شما پسره رو را داده بود خونمون که مثلا فردا عقدم کنه. منم فرار کردم. اومدن دنبالم. هنوز جمله‌ام تمام نشده بود که مجید با قدم‌های تند جلو آمد. اگه من با تو نیستم ناصری، جمع کن بریم. رضا خمار هم پشت سرش راه افتاده بود و شروع کرده بود به عربده کشیدن. دختره فراری، آبرو واسمون نذاشتی، بی آبروت میکنم. چند نفر از کارگرها و نگهبانهای دم در برگشتن سمت صدا. من یخ کرده بودم. اما امیر حسین نه. در جا 1 قدم جلو رفت و جلوی من ایستاد. آنقدر نزدیک شانه‌اش سپر من شد. با صدای پایین و خطرناک گفت: دهانتو ببند مرتیکه.
اسم زن منو که میاری دهنت آب بکش. مجید پوزخندی زد. زنت؟ تو کی باشی جوجه فاکالی؟ فکر کردی پول باباتو داری؟ این دختره را میتونی داشته باشی؟ دختر مردمو کش رفتی؟ نامزد منو دودره کردی؟ فقط یک لحظه طول کشید. لحظه بعد امیرحسین یقه مجید را گرفت و چنان مشت محکمی حواله دهانش کرد که او چند قدم پرت شد. رضا خمار پرید وسط و دست برد طرف امیرحسین، اما او با یک حرکت مشت سنگینی دیگری کوبید توی صورت رضا. همه چیز به هم ریخت. امیرحسین یک تنه هر دویشان را حریف بود، اما مجید هم بیکار نماند و خودش را انداخت جلو. رضا خمار از فوش هل میداد و فوش میکشید و امیرحسین مثل یک حیوان زخمی افتاده بود به جان جفتشان. آنقدر حرکاتش تند بود که نگهبانها و کارگران فرصت مداخله پیدا نمی کردند. شنیده بودم بوکس تمرین می کند، آن هم به صورت حرفه‌ای، اما با چشمانم ندیده بودم. یکی را با آرنج کنار می زد و آن یکی را با مش می کوبید عقب. بالاخره فریاد کارگرها بلند شد. حراست از آن طرف دوید. یکی داد زد پلیس خبر کنید. تا آمدم دست به سمت گوشی ببرم و خودم شماره پلیس را بگیرم، رضا خمار متوجه شد و چنان به سمتم یورش آورد که گوشی کهنه از دستم افتاد و چندین پاره شد و خودم هم روی زمین ولو شدم و با صورت روی زمین خوردم و کنار لبم زخم شد. امیرحسین که متوجه این حرکت رضا شد به سمتش آمد و با ضربات بیشتری او را زد و در همان حال رو به من کرد و با صدای دادی گفت ناصبری حالت خوبه؟ سرم را تکان دادم در حالی که با گوشه شالم کنار لبم را پاک می کردم. بدجوری می سوخت. چه بلبشه و قیامتی به پا کرده بودند. نیروهای حراست رسیدند و میانشان پریدند تا خواستن رضا خمار و مجید را نگه دارند و به پلیس زنگ بزنند. آن دو با فحش و تهدید خودشان را کنار کشیدند و به آنی فرار کردند. همه جا پر شده بود از همه. نفس امیرحسین بالا نمی آمد. پیراهنش از یقه کج شده بود. موهایش به هم ریخته بود و خون از دستش در حال چکیدن بود. گویا چاقوی رضا خمار به دستش آسیب رسانده بود. اما در همان حال هم به طرز عجیبی نگاهش به سمت من بود و نگران زخم کوچک کنار لبم بود. این مرد با این رفتارهای متناقضش مرا سردرگم می کرد. آرام نگرفته بود. در حالی که همه حواسش به من بود، با دیدن آشفتگیم بیشتر غضبی شد و میخواست خودش را از دست مأمور حراست بیرون بکشد و باز به دنبال آن دو برود. نمیدانم چه شد. شاید از شوک بود، شاید هم از این که اولین بار بود میدیدم کسی به خاطر من بی‌محابا خودش را وسط معرکه میاندازد. شاید هم فقط از دیدن خون جاری دستش. بی اختیار یک قدم نزدیک شدم. از داخل کیفم دستمالی بیرون کشیدم و آن را روی پارگی کوچک اما عمیق دستش فشار دادم. همان لحظه ساکت شد. نگاهش آمد بالا و توی چشمهایم گره خورد. دنیا برای چند ثانیه با تمام شلوغی اطرافش گویی که ایستاد. نه صدای کارگرها را می شنیدم، نه داد و بیداد حراست را. فقط چشمهای او بود. تیره، برافروخته و عجیب تر از همیشه. انگار خودش هم باورش نمی شد که من دارم این کار را می کنم. همون قصری که جلو رفته بودم به خودم آمدم. خون دستش با آن دستمال بند نمی آمد. عمیق بود و نیاز به بخیه داشت. دستم را عقب کشیدم. شالم را مرتب کردم و اخم کردم. فکر کنم باید بریم بیمارستان. زخم دست زیاده. سعی کردم صدایم را عمدن سرد کنم. اگه عقل داشتی به جای دوا را انداختن سریع حراست و صدا می کردی. لازم نبود نمایش را بندازی. چشمهایش هنوز روی زخم صورتم بود. گوشه لبش چیزی بین خنده و درد بود. فقط یک چیز گفت. به جای بلبل زبونی کردن زخم کنار لبتو پاک کن خانم. الانم یه بشین تو ماشین ببریم یه درمانگاه جایی. بیمارستان میخواد. 2 تا بخیه بخوره خوب میشه. کارگرها و نیروهای حراست پراکنده شدند. در ماشین را برایم باز کرد و خودش هم پشت فرمان نشست. از کنارش رد شدم و داخل ماشین نشستم. در حالی که قلب لعنتیم داشت جوری میزد که انگار میخواست
از سینه‌ام بیرون بزند. تا به خودم بیایم همه چیز در کسری از ثانیه اتفاق افتاده بود. رضا خمار مثل یک دیوانه زنجیری چاقوی زامندارش را در هوا فرستاده بود و امیر حسین برای اینکه جلویش را بگیرد دستش را سپر کرده بود و صدای فریاد خودم را شنیده بودم وقتی دیدم تیغه چاقو دست امیر حسین را شکافت و خون فواره زد. با هر جان کندنی بود سوار ماشین شدیم و خودمان را رساندیم به اولین درمانگاه. با آن دستش خودش رانندگی کرد. ماشین های کلاجی قدیمی را بلد بودم، اما این ماشین اتوماتش را نمی توانستم برانم. روی صندلی فلزی راهروی درمانگاه نشسته بودم و پاهایم را از استرس تکان می دادم. امیر حسین داخل اتاق پانسمان بود تا دستش را بخیه بزنند. هر بار که صدای ناله خفیفی از اتاق می آمد، قلبم هوری می ریخت پایین. طاقت نیاوردم. از جایم بلند شدم و از شیشه کوچک روی در سرک کشیدم. دکتر داشت سوزن را از پوست دستش رد می کرد و امیر حسین چشمهایش را از درد روی هم فشار می داد. ناخودآگاه دستم را روی سینه‌ام گذاشتم و زیر لب گفتم خدایا ببین به خاطر من پسر مردم به چه روزگاری افتاد. خدا لعنتت کنه رضا خمار. خدا لعنتت کنه مجید. پرستاری که داشت رد می شد متوجه شد و با لبخند گفت نگران نباشید خانم. بخیش که تموم بشه مسکن میزنن آروم میشه. شوهرتون قوی هیکله. تحملش زیاده. با شنیدن کلمه شوهرتون دست باچه شدم و سریع خودم را جمع کردم. نه من نگران نیستم. فقط داشتم نگاه میکردم. همان موقع در اتاق باز شد و امیر حسین با دستی باندپیچی شده بیرون آمد. عرق روی پیشانیش نشسته بود. اما تا چشمش به من افتاد ایستاد. نگاهش از روی قد و بالایم سر خورد و روی صورتم زوم کرد. اخمهایش در هم رفت. بدون اینکه به دست خودش اهمیتی دهد قدمی جلو آمد و با صدایی که از درد خشدار شده بود گفت خیلی درد داره؟ دیدم نگاهش دقیقاً روی خراش کوچک کنار لبم قفل شده. از لحن نگرانش و اینکه در این وضعیت اول به فکر من بود ته دلم یک جوری شد. اما سریع کارت گرفتم و پوزخندی زدم تا جو را عوض کنم. چیزی نیست. یه خراش ساده است. ما با این شهریا به این چیزا عادت داریم. برای شما بچهای بالا شهره که درد و زخم خیلی بده. بهتره نگران دست خودت هم باشی که با این قهرمان بازی آویزون گردنت شد. امیر حسین سرش را کج کرد و با آن چشمهای تیرش عمیق نگاهم کرد. یعنی میخوای بگی نگرانم نبودی که پشت در کیشیک میدادی؟ جا خوردم از حرفش. کمی به تته پته افتادم و بعد گفتم توهم زدی پسر هدایتی. فقط نمیخواستم حاجی فکر کنه من بلایی سر پسرش آوردم. عزیزان قبل از شنیدن ادامه این رمان اگر هنوز دکمه سابسکرایب یا عضویت رو نزدید لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید و با زدن لایک هم به ما انرژی بدید. از شما دعوت میکنم ادامه این رمان رو با هم بشنویم. چیزی نگفت، اما تکان ملایم لبهایش نشان میداد لبخند محوی روی لبش آمده. در حالی که کتش دست من بود از درمانگاه بیرون زدیم و سوار ماشین شدیم. فکر میکنم رفتارم بیش از حد نگران و دلواپس بود و فکر میکنم در برابر این پسر قد سوتی بدی دادم. امیر حسین. کف دستم تیر میکشید و مسکنها هنوز اثر نکرده بودند. اما تمام حواسم پیشان چند قطره خونی بود که روی پوست لطیف کنار لبش خشک شده بود. ماشین را کنار خیابان پارک کردم. تحمل نداشتم با آن وضع ببینمش. با دست سالمم لبه شالش را کمی عقب دادم. نازبری خواست خودش را کنار بکشد که با تحکم گفتم تکون نخور. انگشت شستم را خیلی آرام روی خراش کنار لبش کشیدم. پوستش داغ بود و بدنم از این تماس کوتاه گر گرفت. زیر لب قریدم. دستش بشکنه مرتی که یوزی. که دستم بند نبود خونشو میریختم. انقدر ترتقی نذاشتی به دکتر زخمتو نشون بدم. نازپری که انگار از نزدیکی صورت ما نفسش بند آمده بود با شتاب سرش را عقب کشید و خودش را چسبان به در ماشین. گفتم که چیزی نیست.
چرا انقدر گندش کردی؟ خودم میتونم تمیزش کنم. نیازی به دلسوزی تو هم ندارم. تو به فکر خودت باش. دستم را روی فرمان گذاشتم و دنده را جا زدم. حالا برام توضیح بده. اون پسری لاشخور مجید کیه؟ اون مرد عملی که باهاش بود باباته؟ نازپری سرش را برگردان سمت شیشه. صدایش خیلی آهسته و خسته بود. مجید تعمیرکار محلمونه. بچه محله. تقریبا با هم بزرگ شدیم. اون یکی هم رضا خمار. ناپدری عوضیم که میخواست به خاطر 50 میلیون تومن منو به زور عقد اون پسره بکنه. همون شب که فرار کردم اومده بودن خونمون. فرمان را آنقدر محکم با دست سالمم فشار دادم که بند انگشتایم سفید شد. رگ غیرتم بدجوری بالا زده بود. شماره‌شونو بده به من. شماره‌شونو میخوای چی کار؟ میخوای یه شهر دیگه بکنی؟ ولش کن، مهم نیست. خودشون گورشونو گم میکنن. میگم بده. ندارم، از کجا بدم؟ گوشیم افته زیر پاشون له شد. شماره ها تو اون بود. حفظ نیستم که. چیزی نگفتم. پایم را روی گاز گذاشتم. چند خیابان جلوتر جلوی یک مغازه بزرگ موبایل فروشی ترمز زدم. بدون اینکه حرفی بزنم پیاده شدم. 10 دقیقه بعد با یک جعبه نوع آیفون و یک سیم کارت جدید برگشتم توی ماشین. جعبه را انداختم روی پایش. با این دختر اگر زیادی لطیف برخورد می کردم، مانند اسب وحشی رم می کرد و دستم به اون نمی رسید. نازپری جا خورد. جعبه را برداشت و با تعجب نگاهش کرد. این چیه؟ من نیازی به گوشی ندارم. خودم میخرم. دیدم دارد با سرتق بازی در می آورد. جعبه را از دستش گرفتم و بعد گوشی داخلش را در آوردم و روشنش کردم. شماره خودم را داخلش سیو کردم. گوشی را به سمتش گرفتم و بعد با گوشی خودم به شماره جدید زنگ زدم. گوشی را به سمتش گرفتم و گفتم اینم اولین تماس به گوشی جدیدت. برات افتتاحش کردم. با ناباوری سرش را بالا آورد. وقتی اسمی که روی گوشی افتاده بود را دید با تعجب گفت یه 2 نوشابه کوکا برای خودت باز کن پسر حاجی. عشقم؟ اونم با قلب؟ پوزخند زدم و خودم را زدم به بیخیالی. باید بدونم کارمندم کجاست. در ضمن دیگه هم دلم نمیخواد یه مش اراذل و اوباش به زنگ بزنن. این شماره رم فقط خودم و اونایی که من تایید میکنم خواهند داشت. نازپری گوشی را روی داشبورد گذاشت. دست به سینه شد و بعد با لحن کنایه‌آمیزی گفت آهان، ببخشید آقای هدایتی. خبر نداشتم شما اسم خودتون رو توی گوشی همه کارمنداتون عشقم سیو میکنید. مخصوصا اون کارمندایی که میان جلوی در شرکت و بعدش هم راهی آپارتمان کذاییتون میشن. از سیکه‌ای که انداخت قند توی دلم آب شد. حسادت از تک تک کلماتش میبارید و این برای منی که 1 هفته بود دور تمام دخترها را خط کشیده بودم لذت بخشترین سم دنیا بود. سرم را کمی کج کردم و با شیطنت گفتم نه، اونا منو توی گوشیشون رئیس سیو میکنن. برو خوشحال باش که این اجازه رو داری که منو اینطوری ذخیره داشته باشی خانم هدایتی. نازپری چپ چپ نگاهم کرد. روکنیز ماشالله، سنگ پای قزوینه. کلکل کوتاهمان با سکوت سنگینی تمام شد و مسیر را تا عمارت ادامه دادیم. وقتی ماشین را توی حیاط پارک کردم و پیاده شدیم، هنوز بوی خون و الکل درمانگاه روی تنم بود. کوبش مداوم خون را توی بند دست راست بخیه خوردم حس می کردم. مسکن‌ها هنوز کامل اثر نکرده بودند و سوزش چاقوی آن مردک کلافم کرده بود. اما بیشتر از دستم فکرم مشغول نازپری بود با آن لب زخمی و نگاه دلخورش و آن مردانی که قرار بود برایش مزاحمت ایجاد کنند. هنوز پایمان را کامل توی سالن نگذاشته بودیم که مادرم با دیدن سر و وضع آشفته و خونی ما هین بلندی کشید. دستش را روی دهانش گذاشت و با چشمهای گرد شده چند قدم جلو آمد. نگاه نگرانش روی باند دست من و بعد روی صورت نازپری چرخید و یک دفعه صدایش رفت بالا. این چه وضعیه میرحسین؟ یا خدا، دست چی شده؟ این دختره چرا اینجوری شده؟ نکنه به خاطر این دختر با کسی گلاویز شدی؟ نمیخواستم جلوی نازپری بس راه بیاندازد. با خستگی خودم را جلو کشیدم تا از کنارش رد شوم. چیزی نیست حاج خانم.
یه خراش کوچیکه. تصادف کردیم. تو درمانگاه بخیهش زدن. شلوغش نکن. اما گوشش بدهکار نبود. نگاه پاراسکینو تندش را چرخان سمت نازپری و با انگشت اشاره‌اش او را نشانه رفت. با صدایی که از خشم می‌لرزید داد زد. چی رو شلوغش نکنم؟ رفتی از محله لاتا و اوباشا دختر آوردی؟ اینم عاقبتت. چاقو کشی؟ آبرو ریزی؟ چقدر بهت گفتم امیر حسین، چقدر التماست کردم که این دختر وصله تن ما نیست. بابات نمیتونست واسه پاک کردن لکه ننگ این دختر فکر دیگه‌ای بکنه که تو رو گوشت دم توپ این بی سر و پاهان نکنه؟ حرفایش بدجوری روی مخم راه میرفت. نگاهی به نازپری انداختم. دیدم لبش را گزید و چشمهایش از خشم برق میزند. طاقت نیاوردم کسی در خانه خودم به زنی که اسمش در شناسنامه‌ام بود توهین کند. آن هم زنی که قدمی جلو گذاشتم. خودم را سپر نازپری کردم و قبل از آن که اون صدایش در بیاید با صدای بم و محکمی که عصبانیتم را نشان میداد توی چشمهای مادرم زل زدم. حاج خانوم، تمومش کن. حق نداری با زنی که به هر حال الان شرعاً زنمه اینطوری حرف بزنی. هر اتفاقی هم افتاده ربطی به نازپری نداره. اینم یه تصادف بود. تموم شد و رفت. مادرم خواست دوباره دهان باز کند و داد بکشد. اما همان لحظه صدای جیغ وحشتناک کبرا خدمتکار عمارت از بالای پله ها توی سالن پیچید و همه من را در جا خشک کرد. کبرا نفس زنان در حالی که صورتش را چنگ میزد از پله ها دوید پایین و با لکنت گفت: حاج خانوم تو رو خدا بیاین. خانوم حاله تو هموم اتاقش رگ دستش رو زده. همه جا پر خونه. دنیا برای یک ثانیه روی سرم چرخید. مادرم جیغ وحشتناکی کشید و سوز شد. خودم را به پله ها رساندم و 2 تا یکی بالا رفتم. در اتاق حاله باز بود و بدنش بیجان کف سرامیکای حمام افتاده بود. خون مثل جوی باریکی روی کاشی ها راه گرفته بود. با تمام دردی که توی دستم بود خم شدم. مچ دستش را با یک پارچه محکم که از اتاقش برداشته بودم بستم و حاله را روی دستهایم بلند کردم. سوزش شدید بخیه های دست خودم را نادیده گرفتم و از پله ها دویدم پایین. نازپری دم راه را ایستاده بود. رنگش مثل گچ سفید شده بود و میلرزید. تا مرا دید که دارم حاله را به سمت بیرون میبرم جلو آمد و با صدایی لرزان گفت: اگه فکر میکنی کاری از دستم برمیاد منم بیام. ایستادم. به صورت زخمی و چشمهای مضطربش نگاه کردم. میدانستم که آن مردک رضا و مجید مثل سگهار دوروبر کارخانه و حتی شاید خانه میپلکیدند و اصلا دلم نمیخواست در نبود من نازپری پا از این عمارت بیرون بگذارد و یا حتی در بیمارستان سر و کله‌شان پیدا شود. آن هم زمانی که من مشغول حاله بودم. باید جایش امن میماند. با تحکم و خیلی جدی گفتم: نه، لازم نکرده. تو توی خونه بمون. حواست باشه به هیچ وجه بیرون نمیری. اصلا از عمارت خارج نشو تا من برگردم. فهمیدی؟ اما انگار لحنم زیادی تند و دستوری بود. دیدم که یک دفعه اخمهایش در هم رفت و نگاهش سرد شد. گویا به او برخورده بود. لابد فکر کرده بود دارم مثل یک موجود مزاحم با او رفتار میکنم. بدون اینکه حرفی بزند پشت به من کرد و با قدم‌های تند به سمت اتاقم که حالا اتاق او بود رفت و در را محکم کوبید. وقت نداشتم دنبالش بروم. حاله را روی صندلی عقب ماشین گذاشتم و حاج خانوم هم چادر به سر روی صندلی جلو نشست و با بیشترین سرعت به سمت بیمارستان راه افتادیم. ساعتها توی بیمارستان پشت در اتاق عمل گذشت. مادرم یک بند گریه می کرد و بالاخره بعد از اینکه دکتر بیرون آمد و گفت خطر رفع شده کمی آرام گرفت. اما حرفی که دکتر در گوشی و با لحن جدی به من زد مثل سطل آب یخ روی تنم ریخت. دکتر گفت: شما چه نسبتی باشون دارید؟ من برادرشم. بهتر همسرشو خبر کنید. همسرش؟ بله آقا، خواهرتون باردارن. امکان داره یه بارداری ناخواسته بود و شوک فهمیدن این خبر باعث شده که دست به این کار جنون‌آمیز بزنه. رفتم. نمیدانستم چه بگویم و چه کنم. آنقدر حالم خراب شده بود که فقط دلم میخواست دیوارهای این بیمارستان را روی سر خودم، حاله و حتی حاج خانوم پیاده کنم. نزدیک نیمه شب بود که با مادرم به عمارت برگشتیم.
خسته و خراب و عصبی. فرستادمش داخل اتاقش و خودم همانطور که دکمه های یقه پیراهنم را باز می کردم به سمت اتاق نازپری قدم برداشتم. باید با کسی حرف می زدم. حتی اگر او مرا می راند باید با او حرف می زدم. داشتم می ترکیدم. نازپری. روی تخت نشسته بودم و پاهایم را توی سینه‌ام جمع کرده بودم. به تاج تخت تکیه داده بودم و افکار مختلفی توی سرم می آمد. خب به چشمهایم نمی آمد. نمیخواستم قبول کنم. اما نگران حال این خانواده شده بودم. خانواده‌ای که من را پس می زدند و تحقیرم می کردند. برای آن دختر حاله، برای امیر حسین با آن زخم دستش و برای حاج خانومی که تا مرز سکته رفت. گوشی جدید آیفونی که خریده بود توی دستم بود. صفحه‌اش روشن بود و نام عشقم با آن قلب سرخ کنارش روی صفحه خودنمایی می کرد. 1-2 ساعتی بود که این صفحه روشن بود. شستم روی دکمه تماس رفته بود اما جرأت نکرده بودم لمسش کنم. مدام گوشی را خاموش و روشن می کردم و در دلم با خودم می جنگیدم. یک دفعه دستگیره در چرخید. با دستپاچگی کمی تکان خوردم. امیر حسین بود. با همون پیراهن نامرتب، یقه باز و آستین‌هایی که بالا زده بود و باند کثیف دستش. آنقدر آشفته و خسته به نظر می رسید که دلم برایش سوخت. موهایم دورم پریشان بود. با عجله چشم چرخاندم روی تخت تا روسریم را پیدا کنم. همین که دستم رسید به پارچه حریر روسری و خواستم روی سرم بکشمش، امیر حسین جلو آمد. بی حرف دست سالمش را روی دستم گذاشت. روسری را از بین انگشتانم کشید و پرت کرد روی صندلی کنار تخت. نگاهش مات و خسته بود. بدون اینکه بپرسد لبه تخت نشست و بدنش را به تاج چوبی تخت تکیه داد. درست کنار من. سرش را به عقب تکیه داد و چشمهایش را بست. نفس عمیقی کشید که بیشتر شبیه آه بود. چند ثانیه سکوت میانمان گذشت تا اینکه با صدای خش‌دار و گرفته‌ای گفت: میدونم ازم متنفری. میدونم شاید حتی دلت خنکم شده باشه. اما نازپری، دارم دق میکنم. تو این خونه خراب شده هیچ کس غیر از تو نبود که بتونم بیام پیشش و باهاش حرف بزنم. هاج و واج نگاهش میکردم. این امیر حسینی که کنارم نشسته بود فرسنگ‌ها با آن پسر مغرور و حاضر جواب حاجی فاصله داشت. سرش را کمی چرخان سمت من و با لحنی که از غصه می‌لرزید ادامه داد: حال باردار نازی، از دوست پسر عوضیش، کیارش، واسه همین رگش رو زده بوده. زبانم بند آمد. دستم ناخودآگاه روی دهانم رفت. باورم نمیشد آن دختر مغرور و پر افاده که آنطور به من میتاخت حالا خودش وسط چنین گردابی افتاده باشد. هنوز در شوک حرفش بودم که امیر حسین آرام سرش را حرکت داد و گذاشت روی شانه من. تنم از نزدیکیش لرزید. میخواستم خودم را عقب بکشم اما سنگینی سرش و لرزش خفیف شانه هایش مانعم شد. دلم برایش سوخت. این مرد سرکش حالا مثل یک پسر بچه بی‌پناه به من تکیه کرده بود. صدای زمزمه پردردش کنار گوشم پیچید. نازی، من چی کار کنم با این بی‌آبرویی؟ دارم دیوونه میشم. نکنه خدا داره تقاضا کارایی که کردم و پس میگیره. داره با خواهرم و با این بیمهری تو ازم انتقام میگیره. وقتی گفت بیمهری تو قلبم تپش تندی گرفت. شوکه شدم. مگر من برای او چه بودم که بیمهریم اینطور سرش را خم کرده بود؟ اما چیزی نگفتم. سکوت کردم تا خودش را خالی کند. سرش را روی شانه‌ام تکان داد و بعد نالید. یه چیزی بگو نازی. دارم سکته میکنم. نفسم را آهسته بیرون دادم. سعی کردم لحنم را محکم کنم. همان لحنی که او در این لحظه برای سرپا شدن نیاز داشت. الان وقت کم آوردن نیست امیر حسین. از پسر قد و مغرور حاجی توقع من یا چیز دیگه است. هر خبتی که حالی کرده باشه الان تو باید کنارش باشی. باید بالای سرش وایسی و وقتی حالش بهتر شد با آرامش دلیلش رو ازش بپرسی. فعلا هم به نظر من
به هیچ کس، مخصوصا به بابا چیزی نگو تا اوضاع آروم‌تر بشه. منتظر جوابش بودم. فقط یک جمله گفت و بعد هم سکوت. اولین باری بود که بهم گفتی امیرحسین. بعد هم صدایی نیامد. فقط سنگینی سرش روی شانه‌ام بیشتر شد و صدای نفس‌های منظم و عمیقش نشان داد که در میانه این همه خستگی و درد همانجا خوابش برده است. کمی صبر کردم. به سختی و با احتیاط، جوری که بیدار نشود، خودم را از زیر سرش سر دادم عقب. سرش را خیلی آرام روی بالشت تخت گذاشتم. پتو را تا روی شانه‌هایش بالا کشیدم. برای چند ثانیه ایستادم و به صورتش در خواب نگاه کردم. رد خستگی دور چشمهایش، وخم کمرنگی که حتی در خواب هم روی پیشانیش بود، دلم را سوزاند. مردی که فکر می کردم هیچ چیز در دنیا نمی تواند بشکندش، حالا اینطور مچاله شده بود. گوشیم را برداشتم و از اتاق بیرون رفتم. در را خیلی آرام و بی صدا پشت سرم بستم. به سمت اتاق مهمان رفتم. در را بستم و روی تخت سرد آنجا دراز کشیدم. در حالی که فکرم هنوز پیش مرد خوابیده توی اتاقم بود. اتاقی که اتاقمون بود. سپیده صبح بالاخره سر زد. دیشب وسط آن همه درماندگیش، وقتی سرش روی شانه‌ام بود و لرزش صدایش دلم را ریش می کرد، بی اراده برای اولین بار اسمش را صدا زده بودم. حس کردم همان لحظه با شنیدن اسمش از زبان من برای ثانیه‌ای نفسش حبس شد. به رویم آورد. این که اولین بار است به جای پسر حاجی امیرحسین صدایش کردم. صبح خیلی زود بود. قبل از اینکه آفتاب کامل بالا بیاید، امیرحسین برای آوردن حاله به بیمارستان رفت. ساعتهای سختی بود. وقتی حاله را به عمارت برگرداندند، دلم برایش سوخت. آن حاله مغرور و پرسر و صدا با آن نیش کلامش حالا مثل یک مرده متحرک شده بود. با هیچ کس حرف نمی زد. چشمایش مات بود و خودش را در اتاقش حبس کرد. اما فکر خودم هم درگیر بود. رضا خمار و مجید مثل سایه‌ای بودند که همه جا حضورشان را حس می کردم و اینکه حالا نیاز پیش خاله هاجر بود قلبم را به درد آورده بود. اینکه نکن از سراغش بروند. دلشوره مثل خوره به جانم افتاده بود. اگر سراغ نیاز می رفتن چه؟ باید خواهرم را به اینجا می آوردم تا خیالم راحت شود. اما هنوز به امیرحسین آنقدر را اعتماد نداشتم که از او چیزی بخواهم. برای همین تصمیم گرفتم خودم مستقیم بروم سراغ بزرگ این خانه. نفس عمیقی کشیدم و پشت در اتاق حاج علی هدایتی ایستادم. چند دقیقه به در زدم و با اجازه او وارد شدم. حاج علی پشت میزش نشسته بود و با دیدن من عینک مطالعه‌اش را برداشت و لبخند گرمی زد که یاد مهربانی‌های پدرانه قدیمی افتادم. گویا به او قضیه حاله را نگفته بودند. فقط گفته بودند کمی ناخوش احوال است. با کمی خجالت جلو رفتم و گفتم حاج آقا، راستش مزاحمتون شدم، یه خواهشی بکنم. خواهر کوچیکم، همون که پول عملشو به یه جور می‌کردم، نیاز این روزا پیش خالمه. فکر کنم از ماجرای جلوی در کارخونه و اون دوتا مردی که مزاحمت ایجاد کردن مطلع شدید. میخواستم اگه اجازه بدی چند وقتی بیارمش اینجا پیش خودم. همین که دست و بالم باز بشه یه جا براش میگیرم. حاج علی با عطوفت سر تکان داد و گفت این چه حرفیه دخترم؟ نیازم مثل اولاد خودمه. قدمش رو چشم. آره، شنیدم اون دو نفر چی کار کردن. امیرحسین یه چیزایی جسته و گریخته برام تعریف کرد. بهت قول میدم چند وقت دیگه که آبا از آسیاب افتاد یه خونه مستقل خوب برای خودت و خواهرت میگیرم که راحت باشید. از شنیدن حرفش نفس راحتی کشیدم. حاج علی ادامه داد راستی خودتو برای مهمونی آخر هفته آماده کن. میخوام رسما عروس خانوم این خونه رو به فامیل معرفی کنم. امروز برو چند دست لباس مناسب بخر. امیرحسین صبح میگفت خودش میخواد برات خرید کنه. بهش سپردم از دستتو بگیر و ببرتت بازار. ممنون حاج آقا. هم به خاطر اینکه اجازه دادید خواهرمو بیارم، هم به خاطر محبتی که به من دارید.
امیدوارم بتونم جبران کنم. اختیار داری دخترم. یه جورایی خانواده ما به تو مدیونن. قبل از اینکه مرخص شوم حاج علی نگاه نگرانش را به راهرو دوخت و با لحنی ملتمسانه گفت: نازپری جان، یه خواهش دیگه هم دارم. حال روز خوبی نداره. اینجا هم دوستی نداره که باهاش درد و دل کنه. تو دختر فهمیده ای هستی. حواست یکم بهش باشه. سرم را به نشانه احترام خم کردم و گفتم: چشم حاج آقا، حتما. البته که ایشون منو به عنوان دوست خودشون قبول کنن. چرا که نه؟ از خداشم باشه. لبخندی زدم و رفتم. عصر که شد شال و کلاه کردم تا به خانه خاله هاجر بروم و نیاز را بیاورم. میخواستم خودم تنها با آژانس بروم، اما امیر حسین انگار پشت در کشیک میداد. سویچ به دست سد راهم شد و با همان لحن محکم و پرجذبه‌اش گفت: مگه نگفتم تنهایی جایی نمیری؟ خودم میبرمت. میدونم کجا میخوای بری. مزاحمت؟ این تیکه پاره کردن تعارفا رو بذار کنار. سوار شو ببینم. مجبور شدم سوار ماشینش بشوم. کل مسیر تا خانه خاله هاجر حرفی بینمان رد و بدل نشد، اما سنگینی نگاهش را مدام روی خودم حس می کردم. انگار هنوز هم در پس زمینه ذهنش داشت به دیشب فکر می کرد. وقتی به خانه خاله هاجر رسیدیم، از احترامی که امیر حسین به خاله گذاشت و دسته گل و شیرینی که خودخواسته برای خاله هاجر خرید شوکه شدم. چنان با ادب و فروتن روبروی خاله ایستاد و احوال پرسی کرد که اصلا با آن پسر تخس کارخانه و مرد خشمگین شب گذشته همخوانی نداشت. خاله هاجر با همان چای و شیرینی ساده‌اش از ما پذیرایی کرد و تمام مدت چشمش به امیر حسین بود. وقتی امیر حسین رفت تا وسایل نیاز را توی صندوق عقب بگذارد، خاله هاجر دستم را آرام فشرد و در گوشم زمزمه کرد: نازی جان، این مرد هر کی هست خیلی دوستت داره مادر. چشاش دروغ نمیگن. سرشم ماشاءالله به تنش میارزه. وقتی بهت نگاه میکنه یه جور خاصیه. خودت نفهمیدی؟ این آقا کیه؟ حرف خاله ته دلم را لرزاند، اما سعی کردم به روی خودم نیاورم. امیر حسین حتی به نیاز هم کلی محبت کرد. با او شوخی کرد تا یخ دخترک بشکند و نیاز خیلی زود با او صمیمی شود. و همینطور هم شد. امیر حسین رو به خاله هاجر، صاحب کارخانه‌ای که در آن کار می کردم و خیرخواهی که به دیگران کمک می کند معرفی کردم. اما او چندان حرفم را باور نکرد و بعد با لبخندی ما را بدرقه کرد. تمام این حس خوب به محض ورود به عمارت دود شد و رفت هوا. حاج خانم دم در سالن ایستاده بود و با دیدن من نیاز و ساکش چشمهایش از خشم سرخ شد. نگاه سرزنشگر و پر از کینه‌اش را روی ما چرخاند. اما امیر حسین بدون توجه به غرهای مادرش نیاز را راهنمایی کرد و ساک‌ها را بالا برد. طوفان خشم حاج خانم در راه بود، اما حضور نیاز کنارم به من جرأت میداد که رو در رویش بایستم. از طرفی دلم گرم بود به بودن امیر حسین. عزیزان، به انتهای این قسمت از رمان رسیدیم. خوشحالم که تا انتهای رمان همراه ما بودید. نظرات خودتون رو حتما برای ما کامنت کنید و عضویت در کانال و همینطور فرستادن این پست برای دوستانتون یادتون نره. شما رو به خدا میسپارم تا قسمت بعدی این رمان. خدا نگهدار.